درود به همگی گایز، به چنل بزرگ مرد کوچک پوریا عرب ملقب به پوتک کوچک خوش آمدید. هستیم در خدمت بهترین یوتیوبر جهان، ایران، کهکشان، سوگی گوگی. ای پوتی جوان پوتی چطوری پوریا؟ دست تو دست بزنی خرید همه دست. خب بازم مثل همیشه اینت قرار پاره شه. میدونی این ویدیو قضیهش چیه؟ ببین اول از همه به چه چیزی اعتقاد داری تو زندگیت؟ به همون چیز قسم بخور که تو کاری به موضوع ویدیو نداری و اگه جواب بفهمی جواب میدی. اگه چیو بفهمم چی جواب میتونی؟ جوابو اگه ببین سوال دارم مگه اصلا ویدیو درباره چیه؟ بذار اصلا توضیح بدم. اسم این ویدیو حول تسته. میخوایم ببینیم تو چقدر حولی. خب و ما در آخر قراره گرایش تو رو مشخص کنیم. وای دو سر باخته که. بعد ببین اگه سوالا رو درست جواب بدی واقعا میگم اگه بیشتر درست جواب بدی هر مجازاتی بگی انجام میدم. ایول لیتس گو. این ویدیوها رو باید با دقت ببینید چون من یه سوال میپرسم بعدش باید جواب بدی. شاید تو فکر کنی که مثل قبله ولی حالا بعدا میفهمی قضیه چیه. هر وقت آماده بودی بریم. لایک کامنت ساب یادتون نره ویدیو بذارید استریم کنید $22 لیتس گو. شروع میکنیم با اولین ویدیو. ببین من هنوز پلی نکردم اینا رو نگاه کن. 1 2 3. خب بذار من قیافتو ببینم. ببین فیست هم تو این بازی تو مسابقه است. اگه مثلا یه اشو و مشفه بیای به کار رفتی. خب ببین کدوم یکی شورتشو داده بود بالاتر؟ راستیه وسطی چپی از سمت ببین از سمت مردم نگو از سمت خودت. آره دیگه چپی باش. آقا چپترینه بود دیگه. خب دیگه راستیه بود. راستیه شورتش بالاست دیگه. داداش اون اصلا بادیه کلا اون اصلا بخوایم نمیشه. آقا بالاخره متفاوت بود. چپترینه تا دست بالا. این اصلا قبول نیست. این تو بازی نیست. اوکی. آقا بازی این یکی اصلا تو بازی. حالا که اینطور شد صبر کن. من دفتر رو چیز میارم مینویسم. یکیش سوگن خفن. ادیتور یکی بندازش عقب. یعنی گرایشش به دخترا کمه. چرا؟ حالا به من ادیتور یکی بندازش عقب. اصلا ما تو این ویدیو رو نمیدیم. با دقت باش. برند تیشرتش چی بود؟ واو اصلا آقا کیفیت ویدیوت پایینه من نمیدونم. روی داره. آقا نمیتونم اینقدر بهت آواز بدم. دقت کن دیگه. آقا کیفیت ویدیوت پایینه ولی باش. الان تو نمیدونی این چیه؟ بابا بذار داره لود میشه. نایکه چرا؟ پس نتت بده. آقا نت تو بده. نت کانادا بده. ما آمریکاییم. حاجی عجب آدمی. آقا درست جواب بده دیگه. دقت کنیم. بذار من بیام تو مانیتور. اگه من یه سوالی بپرسم که رو نقاط حساس اون جنسی که جلوته باشه یعنی حولی اگه درست جواب بدی. باشه همین که تو میبازی قبوله. فعلا که تو ریدی. آقا درست گفتم. باید درست‌تر جواب بدی. برو بعدی. تم اتاقش چه رنگی بود؟ بابا معمولی شبیه اتاق آدم معمولی. این آدم درست سفید. حولو ببین به خدا داشته به شورت دختر نگاه کرده. نه اتاقش چه رنگی بوده؟ چرا معذب شدی قربونت برم؟ سفید و توسی بود. آفرین. سخت بود؟ نه سوگن خفن. چقدر قشنگ. خدا چرا عصبی من قول کردی آقا من قول کردی. یه لحظه وایسا 3 تا نفس عمیق بکش. بگیم تو اوکی بریم بعدی. این دختره که اد شد به بازی تو جورابش چه رنگی بود؟ من داشتم به رنگ اتاق دقت می‌کردم. حاجی این خیلی هول شده. آقا هول چی؟ ببین من این بازی رو با فرشاد سایلنت رفتم ولی اون موقع حول تست نبوده. همه رو درست گفت. این یعنی تو واقعا داری نه من داشتم واقعا به راحت باش سینگلی نگاه کنیم اگه بده. نه نمیگم بده. داشتم ولی به جای دیگه دقت می‌کردم. کجا؟ ما می‌خوایم بدونیم. آقا رنگش سبز سوتیان رو داشتی می‌دیدی؟ آقا گفتم اونو میپرسی الان. آبی به خدا داشتی به کونه مشکی نگاه. تو اصلا چرا اون بولسی؟ نه گفتم آخه اونو میپرسی ولی نه دیگه جدی کلا الان تازه بازی دستم اومد. بازی رو فهمیدم. تازه فهمیدم. پله چندم نشسته بود. بگو تو بزنم خودم. نه این دختر بود یا پسر؟ دختر بود. بریم یه چک کنیم.
دختر بود نبود؟ دختر بود ولی یه قولی نه این دیگه ادیتور این نمیشه دور نشون بدی ولی سوگند میتونه آره پیرسینگ نافش بود این گیج کننده بود. آفرین دختر بود. سوگند دو. تو چرا اونجاشو نگاه کردی این همه بدن؟ نه من اونجاشو نگاه نکردم، رو چهرهش گفتم دختر بود. اوکی بریم بعدی رو با دقت ببین سخته. موج مصنوعی داشت؟ بابا من داشتم به پشتش نگاه می‌کردم. خیلی راحت. آره یا نه این راحته. نه نداشت. کسپلی بودا؟ کاسپلی آره. کاسپلی من از این اولتا همه چی کسپلی میشه کسبازی. نه نشت باحال مثلا بچه داریم میریم کسپلی بهتر بازی که بریم. آفرین موج مصنوعی. سوگند سه چقدر رو داره. بعدی رو دقت کن. وقتی ببین دیدی گفت یا حسین اولو دیدی؟ خب اون تمام خواهران سرزمین رو هم گفتن یا حسین. بله ببین وقتی پرید لباسش عوض شد. آیا رنگ اتاقم عوض شد؟ نه واقعا باریکلا. آفرین. بعدی رو با دقت ببین بعدی رو درست جواب بدی واقعا اولی. گوشی بود؟ بله همین صدا گوش حلتونه. سه تا کسپلی بودن خب یکیشون رو شناختی؟ سوال این نیست اون جلویه رو شناختی؟ نه من اصلا به قیافش نگاه نکردم. کل در دیوار نگاه کردم. چند تا از این سه تا شورتش مارکدار بود یعنی مارکش نوشته شده بزرگ. بابا خودت خجالت نمیکشی تو چرا باید اونجا؟ ببین بچه‌ها من بازی رو اینجوری دارم انجام میدم که فقط پوریا ببازه و من میخوام قدرت حافظم و تصویر برداریمو بکشونم وسط وگرنه اول من ای بابا چه حرفیه. حالا وایسا بعدی پاهاش تتو داشت یا نه؟ بله رون سمت چپ خودش. بچه‌ها یه دقیقه نگاه کنید. تصویری چی نیست چی ببینم؟ خدا نگاه کن من چقدر پای اینو گذاشتم. خبر چشش ببین کجاست؟ سمت چپ رون چپش. آقا تصویر خالیه یا من با سایز سینه‌شو میگفتم یا بلندی موشو یا رنگ لباسشو یا تتوشو. بیا تو حتی به بزرگی سینه‌ش هم پی بردی دیوس. اینو دیگه قربونت کل مانیتور گرفته. راست میگه چقدر گنده است. راست میگه من ندیدم خب حالا میریم سمت پسرها. ببین اینو درست جواب بدی چرت میدم تو ویدیو. چرا؟ کمربندش چه برندی بود؟ وای اصلا نگاه نکردم واقعا؟ به خدا بیشتر داشتی به کجا نه؟ من خیلی فکر کردم اتاقشو نگاه میکردم ببینم اتاق خودمون چجوری درست کنه. گفتم آخه ما همیشه دخترها رو میذاریم نظر میدیم یه بارم پسرا رو. آره پسرا رو بذاریم. ایده خوبی بود ولی من اصلا دقت نکردم. منم نمیدونم اسم برندش چیه ولی شبیه چیه این؟ برو گم شو. اینو مثلا نگاه میکردم هم نمیدونستم. مثلا گوچی هم میگفتی میبردی شبیه گوچی شنل تو. آره اوکی صفر اینو میبخشم. پیکسل رو شورتش بود یا نه؟ به خدا داشتم به تتو بازیش نگاه میکردم. ای بچه‌ها این فهمیده چکونی. نه به خدا نه. خب من میتونم اینجوری بگم این فقط این بازی رو ببرم که مجازات داره. داداش شکم. اصلا داداش که دیگه سرشونه‌ای داری رفیق. چی داره؟ سرشونه‌اش. ببین این شورتش خیلی معروف بود. اسمش چی بود؟ خیلی معروف. اونو نمیدونم. دقت کردم چهارخونه طرح مختلف. همه اولی فنزا این شورت میپوشن. PSD. جدی؟ آره خیلی معروف. اصلا زنونه است. اینو میتونی هدیه بدی. PSD. حواسم باشه یه وقت نخرم. این چیه؟ من چه میدونم این چیه؟ این یه پدیده جدیده تو دنیا مد شده. خودش بپرس. نوشته رو صفحه نگو فمبوی. اینا یه پدیده جدیده. این هنوز تو ایران نیومده. نه تو ایران نیومده خدایی. فمبوی به این پدیده میگم فمبوی. خدا. Guys, I'm looking for gay men. I'm looking for gay men to follow me. If you know of a gay man, send this to him. آیده اینستاش چی بود؟
نگاه نکردم، چشم آبیش داشتم نگاه می‌کردم. آی ببین قسم خوردی به خدا قسم، به جون تو پوریا داشتم فقط به چشاش نگاه کنم. آیدیشو گذاشت اصلا جدی نگاه نکردم. اگه اینو جواب میدادی به خدا این تیکشو ریلز میکردم پست میکردم. یعنی جرت میکردم. ببین یه آیدی فکر خودم زدم جک، میگفتی جک میفهمیدم آیدیشو حفظ کردی. نه اینو همشو غلط جواب دادی یا باختی دیگه. من پسرا رو کلا اصولا بیرونم میرم بخوام نگاه کنم به مدل موشون بیشتر نگاه میکنم و اینکه مثلا بازوش از سرشونش از من گنده تره یا نه به اینا دارم. آره من فقط شلواراشون رو نگاه میکنم. فقط شلوار مخصوصا کمربند و نه شلوار واسه من شلوار پسر. آره خب لیتس گو. رو شورتش چه نوع گلی بود؟ این خیلی زایه بود، آفتاب گردون بود دیدم، ولی از روی گرایش این نبود، اصلا این بود که اینو با شوخی میکنم، اصلا عصبی شد دریوز. من بگو اون دارم میگم تو نگاه کن همش گل آفتاب گردون. آره این دیگه خیلی تابلو بود، بدنش خوب نبود دیگه، رفتم سراغ شورتش. اینو فقط ادیتور تو رو نشون میده، هیچ سوالی نداریم، میخوایم اکت صورتتو نسبت به این ویدیو ببینیم. با دقت به ویدیو نگاه کن، موزیکو قشنگ گوش بده، بلافاصله میریم پارت بعدی که پارت عکس شناسیه. با دقت به ویدیو نگاه کن. لیتس گو. بریم چی بود اصلا؟ نفهمیدم چی شد. ببین مثلا چیز خاصی بود من نفهمیدم. با این خیلی سخت بود. اوکی بریم بعدی. این کیه؟ بوکسوره؟ این الکس آدامز پر ویو ترین چیز استار دنیاست. این آره یه مرده. میدونستید یه مرده نه یه زن با اختلاف زیاد. جدی چجوری؟ ندیدم واقعا چوسی نمیام، ویدیوهاشو ندیدم، سرچ کردم زده بود یک با خیلی اختلافا، میلیاردها اختلاف، خیلی اصلا به قیافش نمیاد. این آره ولی شنیدم که اونش خوبه، یعنی داش مال من ندید ولی خب بریم بعد ویدیو به کاکا ببین همه دنیا میشناسن دلیل دیگه. آره ولی صبر کن اسمشو بگو، به خدا همین امروز یادم رفته، دیشب میدونستم. لانا رودز. اینو دیگه داد بزن. همه این تاریخ همه داد بزن. این جدیده ولی تو اینستاگرام من ویدیوهاشو دیدم که مثلا وایرال شده. یک دنیای تو آنلی فن. آره الان چقدر شده درآمدش ماهی؟ یه ماهش چقدر بود؟ سالی 44 میلیون دلاره، ولی انگار امسال بابا آفرین آره امسال یه رکورد زده تو یه ماه. آره رکورد زده تو یه ماه، خیلی زیاد فکر کنم. ولی یه دختره اومده به اسم لیل تی، رپره، تو 2 هفته 14 میلیون دلار زد، از این زد جلو. حالا یه چیز دارک بگم در مورد فرهنگ گوشون. ببین وقتی 17 سالش بوده میگه من میخوام این کارو کنم. آره اینو دیدم. بعد ببین روز تولد 18 سالگیش میزنه بالا 14 میلیون دلار پول به دست میاره. وای چقدر آدم مریض داشتیم که منتظر بودن این فقط بزرگ شه. آره حالا این واقعا این که حولتس شوخیه، اصلا میخواستم برسیم اینجا ببین خیلی دارکه. خیلی من اینو داشتم این مطلبشو داشتم میخوندم. این خیلی آجی دارکه. این چیه؟ یه مش اتمه که به هم دیگه وصلن. تستوسترون. نه بابا این شکلیه؟ مال من این شکلیه. نه نمیدونم. از گوگل دانلود. نه داداش. آره فکر نکنم ربطی به هم داشته باشه. نه آخه تستوسترون که شکل نداره. دقیقاً آفرین. مثلا چند تا حالا ما که نمیدونیم آجی، ما تستوسترون رو داریمش ندیدیمش که، یعنی دیدیمش. نه چرا داداش؟ آره دیدیمش. باختی. نه واقعا نباختم. به جون تو باختی. خیلی خوب. 5-3 باختی. تو قسمت دختران حداقل باختی. جان من. قبول داری خوبه. باشه خب. بیا به نبودن خیانت کنیم و یکدیگر را ببینیم. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت. گود بای. Keep beeping about your problems like a beep. Want me to solve them. Keep beeping about your problems like a beep.